به نام خداوند بخشنده مهربان. درود خدمت عزیزان کمیل نظر برنامه کمک و همکاری را بیننده هستند. ما به منطقه داننل سر کوه آمدیم. یک خانواده که خانهشان سوخته و هیچ سرپناهی ندارن و یک خانه خیلی زیاد کهنه در اینجا بخاطر از اینکه خانهشان سوخته و به اینجا آمدن زندگی میکنن در یک اتاق خیلی زیاد که